اگه آیفون دارید باید حتما این پاور بانک رو هم تو لیست خریدتون بذارید. MC069 یه پاور بانک بیسیم 10,000 میلی آمپر ساعتیه که با استفاده از تکنولوژی مکسیف به آیفونتون وصل میشه. حداکثر شدت جریان خروجیش 2.4 آمپر و حداکثر توان خروجیش هم 15 واته. خیلی نگرانن که پاور بانک های اینطوری به باتری گوشیشون آسیب بزنه، ولی MC069 از تکنولوژی پاور دلیوری هم پشتیبانی میکنه. پشتش یه نشانگر LED هست که میزان باتری باقی مونده رو بهتون نشون میده. سبک و خیلی جمع و جوره و کاملا با استانداردهای اپل منطبقه و حتی اگر از کیس هایی که مکسیف نیستن هم استفاده کنید باز هم آهن رباش به گوشیتون میچسبه. یه پایه استندی هم کنارش داره تا بتونید با خیال راحت از قابلیت استندبای iOS استفاده کنید. شاید نسبت به پاور بانک های معمولی قیمتش یکم زیاد باشه، ولی شارژ بیسیم و امکان استفاده از ویژگی استندبای تو آیفون ها باعث میشه ارزش خرید داشته باشه.